سلام، من نرگسم و اینجا کانال یوتیوب منه. خیلی خوش اومدین، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوایم در مورد تداخل زبانی یا همون language interference که خیلی از ماها توی یادگیری زبان باهاش مواجه میشیم صحبت کنیم. language interference یکی از پدیده‌های خیلی رایج موقع یادگیری زبان دوم یا سومه یا هر زبانی به غیر از زبان مادری که میتونه تأثیرات مثبت یا منفی به دنبال داشته باشه. این پدیده زمانی اتفاق میفته که ساختارها یا واژگان یا الگوهای زبانی از زبان اول وارد زبان دوم یا سوم بشن و باعث اشتباهات بشن. اما ما دو مدل تداخل زبانی داریم، یه تداخل زبانی مثبت، یه تداخل منفی. تداخل مثبت یا همون positive transfer، انتقال مثبت، بهمون کمک میکنه. علاوه بر این که بد نیست، خیلی هم خوبه. بعضی وقتا زبانهای مشابه یا زبانهایی که ساختارهای گرامری یکسانی دارن میتونن به یادگیری زبان جدید کمک کنن. به این نوع تداخل میگیم تداخل مثبت. مثلا اگر یه فردی که اسپانیایی زبان هست و میخواد زبان فرانسوی یاد بگیره، هر دو زبان ریشه لاتین دارن و این موضوع باعث میشه که تداخل زبانی مثبت اتفاق بیفته. واژگان و ساختار جملات برای فرد به مراتب راحت‌تر قابل یادگیری خواهد بود. تداخل منفی یا همون negative transfer، انتقال منفی، زمانی اتفاق میفته که فرد قواعد گرامری، واژگان یا الگوهای زبانی زبان اول خودش رو به اشتباه به زبان جدید منتقل کنه و به کار بگیره. این میتونه منجر به یه سری اشتباه بشه. این پدیده معمولاً زمانی اتفاق میفته که زبانهای مورد نظر ساختارهای یکسانی ندارند. برعکس زمانی که تداخل مثبت به وجود می اومد و می گفتیم که به خاطر این هستش که دو زبان ریشه زبانی مشترکی دارن، تداخل منفی به این خاطر هستش که دو تا زبان ریشه یکسانی ندارن یا الگوهای زبانی یکسانی ندارن، کلاً هیچ اشتراکی با هم دیگه ندارن و این باعث تداخل منفی میشه. تداخل منفی به پروسه یادگیری لطمه میزنه. اما در ادامه بهتون میگم که اصلا این لطمه زدن هم به معنی این نیست که شما کامل زبان خوندن رو بذارین کنار و بگین که چون من زبان فرانسوی یاد گرفتم الان دیگه نمیتونم مثلا زبان اسپانیایی یاد بگیرم چون اشتباه زیاد میکنم و نمیتونم یاد بگیرم. آقا خلاص تسلیم میشیم و میذارین کنار. نه، الان بهتون میگم که اصلا چطوری مدیریتش کنید. انتقال منفی یا همون negative transfer یه مثال خیلی خیلی بارز داره که همه ما احتمالاً به چشم دیدیمش، برای هممون پیش اومده. اگر یک فردی که فارسی زبان هست بخواد زبان انگلیسی رو یاد بگیره و به زبان انگلیسی صحبت کنه، ممکنه در جمله سازی دچار مشکل بشه. حالا چرا؟ به خاطر اینکه ما توی زبان فارسی معمولاً، یعنی قالب استاندارد جمله سازی توی زبان فارسی به این شکله: اول فاعل، بعد مفعول، بعد فعل. برعکس زبان انگلیسی. زبان انگلیسی به این صورت هستش که اول فاعل میاد، بعد فعل میاد، بعد مفعول میاد و کسی که میخواد انگلیسی یاد بگیره یه دفعه دچار شوک میشه و ممکنه از قالب جمله سازی فارسی به اشتباه توی جمله سازی زبان انگلیسی استفاده کنه. به این تداخل میگن تداخل منفی. مشکل ایجاد میکنه، کمک هم نمیکنه. در واقع مثال دیگه که میتونم براتون بزنم مثالی هستش در مورد تلفظ. اگر یک فرد انگلیسی زبان، یعنی کسی که زبان مادریش انگلیسی هست، بخواد زبان چینی یاد بگیره، توی تلفظ ممکنه به مشکل بر بخوره. حالا چرا؟
به خاطر اینکه چینی زبانی هستش که تغییرات در تون صدا ممکنه معنای کلمه رو به طور کامل تغییر بده. یعنی با بالا پایین کردن صدای خودشون ممکنه یک کلمه رو به چندین معنا برداشت کنن و این یعنی بروز مشکل برای انگلیسی زبان ها، چون توی انگلیسی اصلا همچین چیزی وجود نداره. ما با تغییر تون صدامون معمولا معنی کلمه رو تغییر نمیدیم و این کمی عجیب غریبه دیگه، برامون تازه است، دچار شوک میشه. حالا میخوایم ببینیم اصلا انواع تداخل زبانی چیا هست. تداخل واژگانی، لکسیکال اینترفرنس، تداخل واژگانی. این نوع تداخل زمانی اتفاق میفته که واژگان از زبان اول وارد زبان دوم یا سوم میشن. افراد ممکنه واژگانی رو از زبان اول توی زبان دوم به اشتباه استفاده کنن یا به طور ناخودآگاه از واژه‌ای مشابه توی زبان اول استفاده کنن. مثلا یک فرد فارسی زبان ممکنه در حال یادگیری زبان انگلیسی از واژه‌های مشابه فارسی استفاده کنه، مثل تلفن که به اشتباه فارسی زبان‌ها از تلفن به جای موبایل، به جای سلفون استفاده میکنه و این موضوع مشکل به وجود میاره. دومین نوع تداخل گرامری هست، grammatical interference. در این نوع تداخل فرد قواعد گرامری یا دستور زبان اولش رو به زبان دوم اعمال میکنه که باعث اشتباهات گرامری میشه. مثلا توی زبان فارسی زمانها به شکل کاملا متفاوتی از زبان انگلیسی بیان میشن و ممکنه فردی که فارسی زبان مادریش هست توی استفاده از زمانهای گرامری در انگلیسی اشتباه کنه. اینم از این. تداخل آوایی، phonological interference. این نوع تداخل زمانی اتفاق میفته که فرد توی تلفظ کلمات زبان دوم از آواهای زبان اول به اشتباه استفاده کنه. هر زبان میدونیم که ویژگی‌های خاص آوایی خودش رو داره. بنابراین تلفظ دقیق توی زبان‌های مختلف میتونه چالش برانگیز باشه. یعنی ما باید همزمان یه جورایی بتونیم شناسایی کنیم که فلان حرف توی این زبان این صدا رو میده، فلان حرف توی اون زبان این صدا رو میده. حالا مثال چیه؟ مثال اینه: یک فرد فارسی زبان، کسی که فارسی زبان مادریش هست، ممکنه توی تلفظ کلمات انگلیسی مثل thank you یا thank اشتباه کنه و به اشتباه بگه thank you، think، sink، thank you. حالا چرا؟ به خاطر اینکه ما توی فارسی تلفظ یا آوایی به عنوان th یا همون th نداریم. بنابراین ممکنه خیلی پیش بیاد که بشنویم یا خودمون مشکل برامون پیش بیاد که به جای thank you بگیم thank you یا به جای think بگیم think و این کاملا مربوط به همون چالش آوایی میشه که با تمرین قابل حل شدن است. تداخل دیگه تداخل معنایی هست، semantic interference هست که به این شکل هستش که یک کلمه توی فلان زبان توی یه زبان دیگه ای، حالا با تغییر یک کوچولوی تغییر ظاهری، معناش به طور کامل تغییر میکنه. مثلا یک کلمه توی زبان انگلیسی یه معنی داره، توی زبان اسپانیایی با یک کوچولو تغییرات ظاهری، یک کوچولو جابجا شدن حروف ممکنه معناش به طور کامل تغییر کنه و این باعث چالش میشه. یه موقع اگه شما به اشتباه اونو استفاده کنین در یک جا، زمان یا مکان به خصوصی، ممکنه براتون مشکل آفرین باشه. چه
عواملی بر تداخل زبانی تأثیر میذارن. شباهت‌های زبانی. شباهت‌های زبانی البته گفتیم که باعث تداخل مثبت میشن، یعنی هر چقدر دو تا زبان با همدیگه ریشه های مشترک داشته باشن، شباهت‌های زبانی داشته باشن، تداخلات مثبت بیشتره. یعنی یه جورایی میتونیم ازش به عنوان ابزار استفاده کنیم، رمزگذاری کنیم برش. پس یکی شباهت‌های زبانی. یکی دیگه‌اش تجربه زبان آموزی. افرادی که مدت زمان بیشتری رو در محیط‌های زبانی قرار میگیرن و تعاملات زبانی بیشتری دارن، احتمال کمتری برای دچار شدن به تداخلات زبانی براشون وجود داره. نوع زبان. در زبانهایی که ساختار و دستور زبانهای پیچیده‌ای دارن، مثل زبان عربی، مثل فارسی، مثل چینی، تداخلات زبانی بیشتر است. حالا چطوری میتونیم اصلا تداخلات زبانی رو کاهش بدیم؟ بچه یه نکته بگم، تداخل زبانی ممکنه به 1% برسه ولی هرگز 0 نمیشه، چون پیش میاد. شما در آن باید از اون زبان دومتون استفاده کنید و هیچ وقتی برای فکر کردن ندارید که خب اینجا الان از فلان گرامر استفاده کنم، اینجا مثلا این کلمه این معنی رو میده. خیر، شما باید سریع زبان رو تولید کنید و همچنان باید حواستون باشه که ازش درست استفاده کنید و این یک مقدار غیر ممکنه پیش بیاد. حالا مثلا از 100 بار استفاده ممکنه 1 بارش رو شما دچار تداخل زبانی بشید، پس به طور کامل به 0 نمیرسه. حالا اصلا چطوری میتونیم به 1% برسونیمش؟ تمرین و تجربه زیاد. یکی از بهترین روش ها همین تمرین و تجربه زیاد برای کاهش تداخلات زبانی. استفاده مداوم از زبان دوم یا سوم میتونه کمک کننده باشه. قرارگیری توی محیط زبانی میتونه به شما کمک کنه که تداخل زبانیتون یک مقدار کاهش پیدا کنه. این کار باعث میشه که مغز به طور طبیعی ساختارهای زبان جدید رو یاد بگیره، به خاطر بسپاره و یه جورای جایگزین اون ساختارهای زبان اولتون بکنه و از اشتباهاتتون جلوگیری کنه. تمرکز بر ویژگی‌های خاص زبانی، تمرین تلفظ، واژگان و قواعد گرامری به شما کمک میکنه که تداخلات زبانیتون رو کاهش بدین. یه جورایی مثلا رمزنگاری کنید، بگید خب اینجا مثلا این کلمه این معنی رو میده، اینجا اینجوری نوشته میشه و میتونیم به کاهش تداخل کمک کنیم. گرفتن بازخورد دقیق یا دریافت بازخورد از افرادی که به طور صحیح صحبت میکنن میتونه اشتباهاتتون رو شناسایی یا اصلاح کنه. تداخل زبانی یکی از جنبه‌های فرایند یادگیری زبانی که بسیار طبیعیه. اگر به درستی مدیریت بشه میتونه فرصتی برای تقویت و تسریع یادگیری باشه، به ویژه اگر از اشتباهات خودتون به عنوان ابزار یادگیری استفاده کنید، میتونید سریعتر مهارت‌های زبانی رو یاد بگیرید. خیلی ممنون که ویدیوی من رو تماشا کردین. امیدوارم که مفید بوده باشه. اگر سوال یا نکته‌ای داشتین که می‌خواستین از من بپرسین یا براتون توضیح بیشتری بدم، میتونین حتما توی کامنت ها ذکر کنین. من حتما بررسی میکنم و بهتون فیدبک میدم. مرسی که ویدیو رو لایک میکنین، چنل رو سابسکرایب میکنین و من رو به دوستاتون، آشناهاتون معرفی میکنین. دوستتون دارم. خدا نگهدار.